سازمان دیدبان حقوق بشر روز 6 اکتبر با نشر یک اظهارات خبر داد که مقامات تاجیکستان در پی سلسله اعتراضهای روزهای 26-29 سپتامبر مخالفین در شهر برلین به ضد سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نزدیک 50 تن از خویشاوندان اشتراکچیان این اعتراضها و چهره‌های شناخته مخالفین را بازداشت کردند. حامیان حقوق در عموم بازداشت 47 تن از خویشاوندان فعالان مخالفین را ثبت کرده، چون این عمل انتقامگیری مقامات تاجیکستان از خویشاوندان برای فعالیت‌های اپوزیسیونی دیگر اعضای خانواده‌هایشان را عمل شرم‌آور و نابخشیدنی نامیدند. دیدبان حقوق بشر گفت از این 47 نفر دستگیر شده قسمی را آزاد کردند، ولی بسیاری ها اینک بیش از یک هفته باز با اتهام‌های ناروشن همچنان در پس پنجره باقی میمانند. سینه سلطان علی و محقق دیدبان حقوق بشر در امور آسیای مرکزی گفت مقامات تاجیکستان در طول سالها در مقابل فعالیت‌های سیاسی فعالان در خارج قرار داشته از شیوه جزاهای دست جمعی کار میگیرند. این بازداشت‌ها دغلانه پایمال کردن عهده‌داری‌های بین المللی تاجیکستان در مسئله حقوق انسان است و باید همه بازداشت شدگان آزاد کرده شده چون این نقارگیری‌ها بس کرده شود. روز 28 سپتامبر در روز اول سفر امامعلی رحمان به آلمان، فعالان پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 دو حرکت اپوزیسیونی در حدود تاجیکستان ممنوع همراه با فعالان دیگر در نزد بنای سفارت تاجیکستان در برلین تظاهرات اعتراضی برپا کردند. روز 29 سپتامبر چند از فعالان مخالفین ماشین پرزیدنت رحمان را که به ملاقات‌ها با پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر و صدر اعظم این کشور اولاف شولز روانه بود تخمباران کردند. ولی علاقه روز 3 سپتامبر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان از بازداشت خویشاوندان اشتراکچیان اعتراضهای برلین و مخالفین شناخته سر کردند. در عموم به حساب دیدبان حقوق بشر 47 نفر را دستگیر کردند. دیدبان حقوق بشر در اظهاراتش گفت امریکا، اتحاد اروپا و دیگر بخش‌های جامعه بین المللی باید این عمل‌های شرم‌آور و نابخشیدنی حکومت تاجیکستان را محکوم کرده به حکومت فشار بیارند تا که مقامات تاجیکستان چنین قانون شکنی ها را بس کرده عهده‌داری‌های بین المللی خود در مسائل آزادی گردهمایی ها و آزادی بیان را رعایت کنند. سینه سلطان علی و محقق دیدگان حقوق بشر در امور آسیای مرکزی گفت جزا دادن خویشاوندان به دلیل نزدیکانشان به فعالان سیاسی در خارج قرار داشته عمل محکوم بوده از ریشش غیر قانونی است و بسیاری از معیارها و عهده‌داری‌های بین المللی در سوی حقوق انسان را زیر پا می‌کند. مقامات تاجیکستان باید بازداشت شدگان را بدون تأخیر آزاد کرده از ادامه تعقیبات دست بکشند. دوشنبه تا کنون به این اظهارات دیدبان حقوق بشر یگان پاسخ نداده است.